همین میخزن بسیار گلویم درد میکند، گلویم میخورد و روی حولی هم تو سیاه کومور سوختگی بریم. خیرینیسا اشیروان نفقه‌خوری 62 ساله شهر خوجند از تاثیر منفی آلودگی هوا نگران است. با گفته او این آلودگی نه تنها به سلامتیش بلکه به اشیا و دیوارهای خانه‌اش و حتی حالت روانیش نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی که شمال میشود همه جا هم تو سیاه تو دیوارای سیاه میشد. دیوارای همین گرد اطراف خانه رو یک سال 3 مرتبه 4 مرتبه اگر از این اضافه نباشد اگر البته میشویم. برای محافظت از چنگ و نورهای آفتاب خیرینیسا تیریزه و درهای خانه‌اش را با خامصوف میپوشاند. وقتی که پاک کرده میگیرم گفتم که است که یک لطه استفاده میبردگیم از کار میبراید. اگر یک روز اگر پاک نکنم من نمیخوام همه جا سیاه، من همین جاهایم، من همین دیوارایم همش از حساب چنگ و توپلنگ سیاه شدگی. برای همین چنگ و توپلنگ نگذاشتن من قبطی هر یک همین تیریزی که کشوده می شود قبطش من اخلاق لطچه موندگی. همین لطچه رو همین یک ماه 2 ماه با یک مرتبه عوض کرده یا که شسته از نو همین جایش رو میکشم و همین قبطی همین پوری خاک توده میشد. خیرینیسا نه تنها برای نگهداری تازگی حولی و تیریزه‌هایش تلاش میکند بلکه در استفاده آب نیز صرفه‌کار است. او اینچنین از همه گونه پرتوها کمپوست هم تیار میکند. من اون چی که میپوسد و گفته روزها подлежит разлаганию, я ничего не выкидываю. Все у меня идет в мусорную яму. Он чики бодеринг, помидор мемонат, по замони руси батва мешат. Хамон роям низ ба бурда ба партовгох нами партойму, дар як тарафи замин ҳамин агарот чуқури кофтагӣ. Бурда ба ҳамон чуқури мепартоям то ин ки он пӯсида боз ба хок мубаддал шавад. در انبار حولی خود خیرینیسا 4 بار خلطه مخصوص گذاشته است. آنها برای جداکنی کاغذ پاره، پلاستیک و سلوفان و متال‌ها خدمت میکنند. او حتی ساچاقچه‌ها را نیز علاهیده جمع میکند. من میخوام من کرشکه بانکوی سخت میکردگی میگن سیم میگن چه اگر وقتی روبچی میگن چه پیدا شود یا اگر وقتی که یگان استا کار کند اگر البته اون رو پرتوف نمیپرتویم من اینجا با علاوه لینگ هست با درون لینگ همون رو میپرتویم. من این یک لینگ با من اینجا با کاغذ ها هست. من این لینگ برای باکلاشکا ها. من این یک لینگ با علاوه سلوفان. خیرینیسا پرتوها را به آن شخصانی که با کارکرد دوباره مشغولند میسپارد. او این کار را نه برای به دست آوردن درآمد بلکه برای حفظ محیط زیست و از روی احترام به طبیعت انجام میدهد. وقتی که من پرتو رو پرتوفتن میشوم راننده ماشین یک روز گفتن که او پرتو تو نیست همینم پرتوفته میشینید میگفته سنگشه نمیپرتم کنم. وقتی که به پرتوفگاه میروم گرد اطرافی قطعه پرتوف اگر افلاس باشد گر من شر نمیکنم اور نمیکنم. سحر بر وقت ولی افتم نبرامده رفته همونجا هرم تازه رفته شروع که میمونم که بگذار های یکسی دیگر افلاس کرد من حرکت میکنم که اونجا رو تازه کرده رفته مونم. خیرینیسا میگوید اگر هر یک شهروند حتی یک قدمی خرد گذارد صفت هوای شهر باز هم بهتر خواهد شد. متخصصان بر این نظرند که سبب‌های اساسی آلودگی هوا در تاجیکستان پرتوهای صنعتی و ساختمانی، چنگ و ریگ، نقلیات کهنه و کمبود منطقه‌های سبز میباشند. طبق اطلاع IQ Air سال 2023 تاجیکستان در قطار بنگلادش و پاکستان و هندوستان برای خط 4 کشور از همه آلوده‌ترین هوا در جهان قرار گرفت. در سال 2024 وضعیت اندکی بهتر گردید و تاجیکستان از روی آلودگی هوا در بین 138 کشور جهان به جای 6م پایان فرآمد. ولی با وجود این هوای کشور همانا یکی از آلوده ترین ها باقی مانده است.